سلام همه همراهان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم، جیبتون پرپور و لبتون خندون. زهرا نوروزی هستم، مشاور طب سنتی و اصلاح مزاج و زبانشناس. این نشست رو آماده کردم برای دوستانی که دغدغه اینو دارن که مشکل کبدی دارن یا نه، و اگه دارن این مشکل کبدی رو میخوان چجوری برطرف کنن. موتور ماشین رو در نظر بگیرین. وقتی که موتور ماشین مشکل دار میشه، تمام اجزای دیگه ماشین هم مشکل دار میشن. کبد هم تو بدن ما دقیقاً همین حالت رو داره. وقتی که کبد خوب کار نکنه، بقیه اجزای بدن هم دچار مشکل میشن و یه مشکلاتی برای بدنمون به وجود میاره. حالا این آلارمی که یک کبد وقتی دچار مشکل شده برای بدن ما به وجود میاره چیا هستن؟ تو بعضیا به صورت جوش و خارش و اگزما، لکه‌ها، تیرگی‌های پوستی به وجود میاد. تو بعضیا به صورت سستی و کرختی و تنبلی در طول روز رو دارن. بعضیا احساس میکنن که اون انرژی لازم که حتی اون خواب کافی که در طول شبانه روز دارن رو، برخلاف اون خواب کافی، اون انرژی لازم در طول روز بهشون دست نمیده و این نشون میده که کبد دچار مشکل شده. این خدای بزرگ این حالت رو تو بدن ما ایجاد کرده، در وجود ما ایجاد کرده که ما متوجه بشیم که کبدمون دچار مشکل شده و این یه هشدار هست برای ما که ما رو متوجه کبدمون بکنه. تو بعضیا به صورت حالت گزگز یا مورچه خوری روی سطح پوست هست. تو بعضیا به صورت زردی تو ناحیه چشم ها هست و ناحیه پوست بدن، یا همونجوری که عرض کردم جوش و خارش و اگزما روی صورت، پشت بدن و بازوها، که اینا نشون میده که فرد کبدش دچار مشکل شده و نیاز داره که پاکسازی بشه. خب برای بعضیا به صورت پرخوری هست، بعضیا تمایل زیادی دارن به غذا خوردن، یا تو بعضی از افراد میبینی که مثلا دارن رژیم میگیرن ولی برخلاف این که رژیم میگیرن ورزش میکنن، چاقی ناحیه شکم پهلو رو دارن. چرا اینجوری هست؟ این علتش برمیگرده به کبد چرب شده. یعنی اینکه علت باید تو بدن حذف بشه تا اینکه شما ورزش میکنی و رژیم اوکی میگیرید بتونه کاهش وزن برات اتفاق بیفته و اون حالت چربی شکم پهلو هم از بین بره و حذف بشه. یعنی که باید زمینش رو برطرف کنید. دیدیم بعضی از افراد مشکلات پوستی دارن، میرن پیش پزشک، داروهای خیلی گرون قیمت و با هزینه گزاف هم تهیه میکنن. تا یه مدت ممکنه مشکل برطرف بشه ولی تا دارو قطع میشه دوباره اون مشکل برمیگرده. علتش چی هست؟ میخوام براتون یه مثال ساده بزنم. دیدیم وقتی که دیوار نم میزنه، حالا وقتی که بارون داره میاد نشت میکنه و روی دیوار، یا مثلا از خونه همسایه‌مون نشت میکنه، رطوبت وارد دیوار خونه ما میشه، دیوار پف میکنه، رنگ روش کثیف میشه، لک میشه، زرد میشه. بعد ما بیایم اونو حالا بتونه کنیم روشو، بیایم دوباره گچ درست کنیم، گچ بزنیم روی قسمت خراب شده. دوباره بعد از یه مدت تا بارون میاد دوباره همین اتفاق میفته و این همین اتفاق تکرار میشه. حالا چرا؟ چون اون علت رو از بین نبرده، چون بارونه که داره میاد باعث میشه که این نشت اتفاق بیفته. پس ما باید اول اون علت رو حذف کنیم، بعد بیایم رنگ و گچ کنیم تا اوکی بشه. دقیقا تو بدن ما هم همینطوره. تا زمانی که اون علت مشکلات رو که از سوی کبد داره ایجاد میشه تو بدنمون برطرف نکنیم، اون داروهایی که پزشک میده برای پوستمون یا ماسکایی که استفاده میکنیم روی پوستمون بهمون جواب میده. چرا؟ چون علت و زمینش رو که مشکل کبدمون بوده برطرف کردیم. کبد اونقدر کارش تو بدن مهم هست که روی کارکرد قلب و طحال هم تاثیر میذاره. کار طحال تو بدن چیه؟ ساختن سودای صالح. وقتی که کبد ضعیف میشه، طحال هم ضعیف میشه. دقیقاً مثل یه علاکلنگ عمل میکنه. باعث میشه که سودای ناصالح تو بدن تولید بشه. حالا وقتی که این سودای ناصالح تو بدن تولید میشه و وارد خون میشه، داخل خون میریزه، عوارضی رو تو بدن ما ایجاد میکنه که بعضی وقتا این مشکلات انقدر حاد هست که جبران ناپذیر هست. مشکلات دیگه‌ای که برای افراد ممکنه به وجود بیاد، ممکنه به صورت ریزش شدید موها باشه، همونجور که عرض کردم خارش‌های پوستی، تعریق زیاد، دردایی که تو ناحیه مچ پا به وجود میاد، تو بعضی به صورت پیچ خوردگی مچ پا حتی ممکنه ایجاد بشه، یا دردایی که ناحیه مچ پا است. خب بریم سراغ مطلبی که امروز براتون آماده کردم.
تو ادامه داستان کبد که یکی از اعضای مهم بدن هست، به قول ما یکی از اعضا رئیسه بدن هست، به یه موضوع جالبی برخوردن. یکی از اقواممون هست که خصوصیت افراد بلغمی رو داره و با این حال کبدش هم دچار مشکل شده. اکثر مردم تصورشون اینه که کبد چرب فقط مال افرادی است که بدنشون حرارت بالایی داره و بدنشون گرمای بالا داره، ولی کبد سرد هم داریم که در ادامه بهش میخوام بپردازم. سوء مزاج کبد سرد. کبد سرد بر اثر رژیم غذایی نادرست، استشمام هوایی که مناسب نیست، نامناسب هست، ساعت خواب غلط، یبوست، همینطور داشتن اضطراب و استرس تو افراد به وجود میاد. حالا این علائمی که تو بدن ایجاد میکنه شامل چه چیزایی است؟ وقتی که تداوم پیدا کنه این سوء مزاج کبد سرد، این علائم ممکنه ایجاد بشه: داشتن لبها و زبان سفید، ایجاد کمخونی، وجود بلغم زیاد داخل بدن، بیمیلی به آب، ادرار سفید و غلیظ و همینطور مدفوع سفید و شل، احساس گرسنگی در عین بی اشتهایی، ایجاد تب، طعم ترش دهان، صورت متورم و پوستی که بی‌تراوت شده، احساس سرما فرد میکنه. کدوم یکی از اینا داره اذیتت میکنه؟